جهان همچون اراده و تصور مهمترین اثر شوپنهاوره. اولین بار سال 818 چاپ شد ولی کسی تحویلش نگرفت. خود شوپنهاور هم گفت فلسفه‌ام رو آدمای آینده میفهمن نه همزمانام. ایده اصلی کتاب ترکیبی از فکرهای کانت و فلسفه شرقه. شوپنهاور میگه جهان دو وجه داره، یکی ظاهر یکی باطن. ظاهر همون چیزیه که ما میبینیم، میشنویم، تجربه میکنیم. به این بخش میگه تصور، یعنی جهان از طریق ذهن ما معنا پیدا میکنه. اگه ذهن نباشه جهان برای ما اصلا وجود نداره. پس ذهن یه جور فیلتره، تجربه رو میسازه. اما بخش دوم جهان اراده اون نیروی پنهان و دائمیه که همه چی رو حرکت در میاره. ولی این اراده کور و بی هدفه. نه عقل داره نه برنامه، فقط میخواد حل بده. شوپنهاور میگه هر موجود زنده یه نسخه کوچیک از این اراده است. طبیعت، بقا و رقابت همه نشونه حضور همونه. پس زندگی میدان جنگ، هم بیرون هم داخل ذهن و احساسات انسانه. برخلاف فیلسوفایی که میگن جهان عقلانیه، شوپنهاور معتقد بود که جهان غیر عقلانیه، همش اراده میخواد و هیچ وقت سیر نمیشه. انسان هم همینطوره، یه خواسته رو برآورده میکنه، فوراً یکی دیگه میاد جاش. از اینجاست که نتیجه میگیریم زندگی ذاتاً رنجه، چون خواستن یعنی نرسیدن و نرسیدن یعنی درد. اگه به چیزی هم برسیم خوشیش کوتاه، زود یه خواسته جدید میاد و دوباره رنج شروع میشه. پس خوشبختی کامل از نظر شوپنهاور وجود نداره. انسان بین خواستن و ناامیدی مدام تاب میخوره. خب حالا سوال، اگه جهان انقدر دردناک باشه باید چیکار کرد؟ شوپنهاور 3 راه میذاره جلوی ما. 1. هنر، مخصوصا موسیقی. وقتی غرق هنر میشیم میلا خاموش میشن، برای لحظه ای آزادی رو حس میکنیم. 2. اخلاق و همدلی. میگه وقتی بفهمیم همه موجودات رنج میکشن بهشون آسیب نمیزنیم، اخلاق از همدلی میاد نه از دین. 3. کم کردن میل‌ها. الهام گرفته از بودیسم و عرفان شرقی. هرچی خواست کمتر، رنج کمتر. آرامش یعنی توقف این خواستن بی‌پایان. اما کتاب فقط درباره رنج نیست، درباره شناخت هم است. شوپنهاور میگه ذهن ما جهان رو میسازه، ما فقط اون تصویری که ذهن از جهان ساخته رو تجربه میکنیم. پس حقیقت مطلق دست نیافتنیه. تو زمان انتشار کسی تحویلش نگرفت. کتاب سبک سنگینی داشت، خود شوپنهاور هم آدم تندی بود. این باعث شد دانشگاهی‌ها ازش خوششون نیاد، ولی بعداً کشف شد. نیچه اول تحت تاثیرش بود، بعد علیهش رفت. واگنر موسیقیشو با فلسفه‌اش پیوند زد. نویسنده‌های بزرگی مثل داستایوفسکی هم دوستش داشتن. کتاب 4 بخش داره. 1. جهان به عنوان تصور. 2. جهان به عنوان اراده. 3. هنر و زیبایی شناسی. 4. اخلاق و آزادی. شوپنهاور فقط بحث نظری نمیکنه، میخواد راه خروج از رنج رو نشون بده. بدبینیش مقدمه رهایی نه ناامیدی. میگه باید درد رو بشناسیم تا درمان رو پیدا کنیم. کتاب سخت و تاریکه، ولی وقتی بازش کنی معنی‌های تازه میده. نگاهت به میل، خوشبختی، رابطه و هنر عوض میشه. هر بار که میخونی یه برداشت جدید میگیری. یه جوری کتاب زندگی، نه فقط مطالعه. اگه سطحی فهمیده بشه ممکنه افسردت کنه، ولی با فهم عمیق سبک میشی، چون میفهمی رنج از تو نیست، از ساختار جهانه. شوپنهاور یادمون میده خودمون و خواسته‌هامون رو خیلی جدی نگیریم، چون این جدی گرفتن فقط درد رو بیشتر میکنه. پس باید رها کرد و یاد گرفت. فلسفه برایش درمان روانی بود، نه فقط نظریه. ارزش کتاب اینه که بیدارت میکنه. توهم خوشبختی رو راحت از سرت میپرونه، ولی شادی‌های کوچیک رو عمیق‌تر میفهمی. تنهایی، سکوت، هنر همه معنای تازه پیدا میکنن. خوندن این کتاب مثل رد شدن از یه تونل تاریک. اولش سنگینه ولی بعد چشماتو بازتر میکنه. جهان همچون اراده و تصور نقشه فهم وجوده. میگه جهان تصویریه که ذهن میسازه، ولی یه نیروی کور پشتش همه چی رو میرونه. این دوگانگی پایه فلسفه اونه و شاید توضیح مهمی برای رنج بشر باشه. اگه این کتاب نبود، نیچه، اگزیستانسیالیسم و هنر مدرن شکل دیگه‌ای پیدا می‌کردن. پس این اثر یه ستون پنهان تفکر معاصره. هنوزم همه نمیفهمنش، شاید چون روبرو شدن با حقیقت جرأت می‌کنه. شوپنهاور یه آینه‌ای تلخه. دیگه جهان زیبا نیست، بی‌رحمه، ولی میشه فهمیدش و همین فهمیدن کار ارزشمند انسانه. کتابش دعوت به فکر کردنه، نه اینکه کورکورانه چیزی رو بپذیری. حتی اگه باهاش مخالف باشی مجبورت میکنه فکر کنی و همین قدرتشه. جهان همچون اراده و تصور کتابی برای خوندن نیست، برای زندگی کردنه. هر فصل یه زنگ بیدار باشه و شاید همین دلیله که هنوز یکی از مهمترین متن‌های فلسفه است. رفقا دمتون گرم تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. زیاد وقتتون رو نمیگیره. تا ویدیوهای بعدی بدرود.